درود بر شما. امروز میخوایم به معرفی ابزارهای فرمینگ در شکلات سازی و اینکه چرا این موضوع انقدر برامون اهمیت داره بپردازیم. من نهالم، اینجا ناهنی سویته، با من همراه باشید. تنوع محصولاتی که در یک کارگاه شکلات سازی تولید میشه به دلیل اینکه این محصولات میتونن به صورت صرفاً خود اون آیتم شیرینی و یا اینکه به صورت فیلینگ در شکلات ها استفاده بشن بسیار بالاست. برای مثال ما کارامل ها رو داریم، مارشملو ها رو داریم، انواع اقسام پته ها رو داریم که این موارد همونطور که میتونن به صورت فیلینگ استفاده بشن میتونن به صورت آیتم های برشی و به صورت مستقل در کنار محصولات ارائه بشن. پس این که ما از این ابزارهای فرمینگمون برای این موارد هم استفاده کنیم خیلی طبیعیه. یکی از چیزهایی که ما همیشه در نظر میگیریم برای انتخاب ابزار اینه که محصولی که میخوایم تولید بکنیم در حال حاضر، یعنی درباره همون محصول قراره به صورت فیلینگ استفاده بشه و یا اینکه قراره به صورت محصول خام و صرفاً خودش عرضه بشه. در این صورت میایم انتخاب میکنیم که برای همون رسیپی کدوم ابزار فرمینگ مناسب تره. برای مثال زمانی که میخوایم مارشملوها رو به عنوان یک لایه از شکلات استفاده کنیم میتونیم از فریم ها استفاده کنیم و مارشملو رو در یک فریم به صورت یک لایه داشته باشیم یا پته ها رو به همین ترتیب. اگر میخوایم این آیتم ها رو به عنوان مغزی استفاده کنیم میتونیم از قالب های سیلیکونی استفاده کنیم. جلوتر به صورت مشخصتر در این زمینه توضیح میدم. همونطور که در مبحث رسیپی ها به صورت مفصل روی این موضوع بحث کردیم، دقیقاً رسیپی آیتم های مختلف شکلاتی هم با همدیگه متفاوته. یعنی ما زمانی که میخوایم ترافل کلاسیک داشته باشیم رسیپی متفاوتی داریم با اینکه بخوایم فیلینگ بونبون داشته باشیم یا اینکه بخوایم ترافل برشی داشته باشیم یا بخوایم اصلا وارد این روب ها بشیم یا اینکه بخوایم به صورت در واقع آیتم های کاور شده شکلاتی محصولی رو داشته باشیم. پس یکی دیگه از چیزایی که در انتخاب ابزار فرمدهی اهمیت داره کاربرد اون رسیپی و در واقع نوع رسیپی هستش که خیلی مهمه که ما برای هر فرمی، برای هر شکلی با توجه به ویژگی های خودش از رسیپی مخصوص خودش استفاده. خب من به ترتیب از کم نکته ترین موارد فرمدهی در شکلات سازی شروع میکنم و به پر نکته ترین ابزار فرمدهی در شکلات سازی میرسم. قالب های سیلیکونی مواردی هستند که ما برای فرم دادن مغزی شکلات ها یا برای اون آیتم هایی که میخوایم به عنوان فیلینگ ازشون استفاده بکنیم میتونیم مورد استفاده قرارشون بدیم و یا میتونیم از این مولد های سیلیکونی برای مواردی استفاده کنیم که فرضاً کاور ترافل کلاسیک هستند و در واقع پوسته شکلاتی رو درش ایجاد میکنیم و به عنوان کاور ترافل ازش استفاده کنیم یا به عنوان کاور شکلات های برشی. اما این مولد های سیلیکونی به ما اون ظاهر براق شکلات های بونبون رو نخواهند داد. پس در نتیجه اگر میخواید یک شکلات براق داشته باشید و یه پوستگیری مناسب داشته باشید، مناسب اصولی شکلات بونبون،
این قالب‌های سیلیکونی برای شما مناسب نیستن. اما در صورتی که میخواید به عنوان کاور ترافل ازش استفاده کنید، به عنوان فرمدهی خود ترافل استفاده کنید، به عنوان فرمدهی پته ها یا انواع و اقسام محصولاتی که به صورت روان هستن و بعداً خودشون رو میگیرن و سفت‌تر میشن استفاده بکنید، حتی برای ژاندویه ها این آیتم های سیلیکونی مناسبن و کاربرد دارن براتون. استفاده کردن ازشون نکته خاصی نداره، فقط این که زمانی که هر ماده ای رو داخلش ریختید خیلی دقت کنید که هوا نداشته باشه، یعنی خیلی آروم و آهسته بهش ضربه بزنید که هواش گرفته بشه و بعدش میتونید با یه مدت کوتاهی که استراحت میکنه، حالا داخل یخچال یا در محیط، میتونید از اون در واقع فرمی که میخواستید استفاده بکنید. پس ما کاربردمون در شکلات سازی از این قالب های سیلیکونی فقط برای آیتمایی که میخوایم روش پروسه‌ای انجام بدیم که در فیلینگ ازش استفاده کنیم و یا اینکه نخوایم ازش برق خاصی بگیریم. سوالی که ممکنه اینجا براتون پیش بیاد اینه که آیا نیاز هست بازم شکلات تمپر بشه یا نه؟ ما هر گونه استفاده‌ای که بخوایم از شکلات ریل داشته باشیم حتما باید تمپرش کنیم. پس اصلا تفاوتی نداره شما از قالب سیلیکونی استفاده میکنید یا از قالب پلی‌کربنات استفاده میکنید در شکلات ریل. از هر چی که استفاده میکنید حتما باید شکلاتتون تمپر شده باشه. اما با این حال با شکلات تمپر شده هم ظاهر براق رو و اون امکان رنگامیزی ها رو این قالب‌های سیلیکونی در اختیار ما قرار نمیدن. ابزار فرمینگ بعدی که در یک کارگاه شکلات سازی استفاده داره، با توجه به میزان تولید و یا قصدی که از اون ابعاد مد نظر هست، این فریم های پلکسی هستند که ببینید با یه ضخامت کمی و تعداد بیشتری اینا روی همدیگه با یه مقدار گلوکوز، حالا توی کاربردها توی زمانی که داریم ازش استفاده میکنیم بیشتر توضیح میدم، ولی اینا روی همدیگه فیکس میشن و روی یه سیلپد قرار میگیرن و به صورت لایه‌ای ما اون مواردی رو که مد نظرمون هست بهش اضافه میکنیم. این فریم ها در پته ها، در کارامل ها و در انروبت ها، یعنی اون ترافل های برشی خیلی کاربرد دارن و گاهی اوقات هم برای انواع اقسام کارهای فرمدهی میتونیم ازشون استفاده کنیم، حالا برای دیزاین ها و اینا، ولی بیشتر کاربردی که دارن برای در واقع محصولاتیه که بعداً میخوایم کاورشون کنیم و میخوایم به صورت لایه لایه روی همدیگه این موارد رو سوار بکنیم. میتونیم از اینا استفاده بکنیم و هم به صورت دقیق میتونیم ارتفاع هر لایه رو اندازه گیری بکنیم و هم اینکه بعداً جدا شدنش از این فریم بسیار راحته و بعدش هم که اصلا دیگه میره برای برش خوردن و کاتر و اینجور مباحث. روش فرمینگ بعدی که ما در یک کارگاه شکلات سازی ازش استفاده میکنیم، استفاده از ظرف نشاسته هستش. این ظرف نشاسته این قابلیت رو داره که چندین بار استفاده بشه و پروسه استفاده خاصی داره، یعنی شما باید یه باکسی براش داشته باشید و از نشاسته گندم داخلش پر کرده باشید و این نشاسته گندمتون رو از قبل یه حرارت خیلی کمی بدید، البته نه اینکه در واقع بوی خامی ازش رفت بشه، فقط یه حرارتی که هم دمای محیط نباشه. این پروسه‌ایه که توی استفاده کردن از این ابزار فرمدهی توی آموزش هامون با هم دیگه طی خواهیم کرد و بهتون نشون میدم، اما فقط برای اینکه بدونید
و اینکه شما میتونید هر فرمی رو که مد نظرتون هست داخل این اسکرچ، داخل این نشاسته ها ایجاد بکنید و این آیتمیه که واقعا برای داخل شکلات های بونبون خیلی جذابه. میتونیم برای فرمدهی پته ها، برای فرمدهی کندی ها و برای فرمدهی فیلینگ های مایع که میخوایم حالا یه پوسته خوبی داشته باشن داخل شکلات ازش استفاده بکنیم. و همه این موارد البته ریزکاری های خودش رو داره، یه چیز جنرال نیست که من بهتون بگم قطعا همشون همین پروسه رو داره، اما به هر صورت این ابزار یکی از آیتم هاییه که ما برای فرمدهی در کارمون ازش استفاده میکنیم و فرمدهیمون بیشتر مربوط به فیلینگ هستش. خروجی براقی نمیده طبیعتاً، خروجی آردی ازش میگیریم، ولی آیتم جذابی. خب آخرین و پرکاربردترین ابزار فرمینگ در شکلات سازی قالب‌های پلی‌کربنات هستند. این قالب‌های پلی‌کربنات که در شکل‌ها، ابعاد، سایزها و برندهای مختلف توی بازار موجودن، در واقع اون چیزی هستن که ما ازشون میتونیم یه شکلات براق و بی‌نقص داشته باشیم، اما کار کردن باهاش خب قلق خاص. قالب‌های پلی‌کربنات اول که به صورت دستی قابل ساختن برای شرایط غیر کارگاهی نیستن و حتما باید با استفاده از دستگاه‌های تراش حرفه‌ای ساخته بشن. این قالب‌ها به صورت کارخانه‌ای ساخته میشن و ما امکان داشتن طرح مورد نظر خودمون رو در واقع روی این قالب‌ها نداریم و باید از طرح‌هایی که در بازار موجود هست استفاده بکنیم. این قالب‌های پلی‌کربنات یه سری قانون برای استفاده کردن دارن که اولینشون اینه که حتما باید قبل از اینکه بخواین استفادهشون بکنید پولیش بشن. پولیش کردن قالب 2 تا ویدیو در این زمینه براتون دارم، چند تا روش مختلف داره که حالا یه دونه دیگه هم حتما میسازم به خاطر اینکه یه سری روش‌های جدیدی حالا اومده، ولی اصل و اساسش بر اینه که شما باید کویتی قالبتون قبل از اینکه بخواید مورد استفاده قرارش بدید از هر گونه آلودگی و چربی نامطلوبی تمیز باشه و اون میتونه به این صورت باشه که شما با سشوار گرمش کرده باشید و با دستمال و الکل تمیزش کرده باشید، یا اینکه میتونه بعد از شستشو باشه، یا اینکه اصلا به این ترتیب باشه که شما دارید از یک قالب به تعداد زیاد تولید میکنید، یعنی این قالب شما تو پروسه تولیده و شما مثلا احتیاج دارید که از این در واقع قالبتون مثلا توی 2 روز 30 تا 40 تا خروجی بگیرید، 30 تا 40 بار پر و خالیش بکنید. در صورتی که پروسه انجام کار درست اتفاق افتاده باشه، وقتی قالبتون رو خالی میکنید از شکلات چیزی داخلش نمیمونه و کویتی قالب شما تمیزه و اینکه یه چربی در واقع نامحسوس کره کاکائوی بدون رنگی، چربی در واقع فقط همون حالت چربی کره کاکائو روی در دیواره کویتیتون هست که میتونه حتی به براق شدن شکلات های سری بعدیتون هم کمک بکنه، اما این شامل تیکه های رنگ و اضافه در واقع شکلات و اینا نمیشه. اون چیزی که باقی میمونه در صورتی که پروسه‌تون درست باشه اصلا دیده نمیشه و به چشم نمیاد و نامحسوسه. قالبتون رو مجدد میتونید ببرید و رنگ بکنید، پوسته بگیرید و استفادهش بکنید. پس منظور ما از تمیز بودن قالبه. حالا اگر این اتفاق نیفته و قالب ما در واقع یه سری
رنگ و آلودگی روش بود چیکار میکنیم؟ میتونیم بشوریمش، همونطور که بهتون گفتم با آب گرم، با یه اسکاج کاملا نرم از این نخیا. و من خودم از ترکیب سرکه و مایع ظرفشویی استفاده میکنم، به دلیل اینکه سرکه میتونه یه سری از خواص در واقع نامطلوب مایع ظرفشویی رو بر سلامتی خنثی بکنه. من همیشه از این ترکیب استفاده میکنم و قالبمو میشورم، اجازه میدم که یه مقدار به سمت خشکی بره، آب اضافهش گرفته بشه و در مرحله آخر با باد براشم کامل خشکش میکنم و دیگه اون قالب به الکل و دستمال احتیاجی نداره، کاملا تمیزه. اگر نه احساس کردید که قالبتون یه تایمی مونده و نیاز به پولیش داره، قبل از استفاده با الکل و دستمال پنبه‌ای تمیزش بکنید. حتما دقت بکنید که قالبتون حین این استفاده ها خش نیفته، اگر خش بیفته اون دیگه قابل ترمیم نیست. و اینکه میتونید از در واقع توی منابع ذکر شده که یه سری از اساتید از سرکه استفاده کردم. ما اینجا من از سرکه استفاده میکنم به دلیل بویی که داره، اما اینو فقط گفتم که اگر یه جایی چشمتون به این مطلب خورد، به هر صورت گفته شده و حالا استفاده میکنن، هر کسی روش شخصی خودش رو داره. و دیگه به غیر از این درباره پولیش کردن نکته دیگه باقی نمیمونه. قالبتون حتما باید خشک باشه، آب نداشته باشه، رطوبت نداشته باشه، تمیز باشه و ببرید و استفادهش بکنید. دمای استفاده این قالب ها همیشه زیر 20 درجه است. یعنی هر تکنیکی که میخواهید انتخاب بکنید، حالا با توجه به اون تکنیک سری شرایط دمایی هست، اما دمای استفاده قالب شما باید بین 18 تا 20 درجه باشه، مثل دمای محیطتون که باید بین 18 تا 20 درجه باشه. یه وقتی هست شما میتونید این دمای محیط 18 تا 20 درجه رو فراهم بکنید و دمای قالبتون هم کاملا فراهم بکنید و کارتون رو یه پرسه استاندارد رو ببرین جلو. یه وقتی هست نمیتونید دمای محیطتون رو اون دما نگه دارید، اما دمای قالبتون حتما باید ثابت باشه و با توجه به حالا اون میزان و شرایط محیطیتون باید یه آزمون و خطایی انجام بدید و ببینید که رو کدوم دما بهتر و کارآمدتره، چون حالا خیلی متغیر داره، نمیتونیم اینجا دربارش صحبت کنیم. موضوع بعدی اینه که یه سری از این قالب‌های پلی‌کربنات طرح‌های پیچیده‌ای دارن. یه سریش طرحشون ساده است، مثلا مثل دایره و اینا که خب خیلی طرح‌های ساده‌ایه، اما یه سریاش طرح‌های پیچیده‌تری دارن که این طرح‌های پیچیده‌تر یه مقدار استفاده کردن ازش خب دقت بیشتری میخواد. یکی طرح‌های پیچیده‌تر خیلی دقت میخواد و یکی دیگه طرح‌هایی که اختلاف ضخامت یه شکلات در جاهای مختلف اون قالب با هم دیگه متفاوته، یعنی یا یه جایش خیلی باریک میشه، یه جایش خیلی ضخیم میشه. اینا اگر که درست و با دقت پرسه رو طی نکرده باشید، موقعی که دارن خارج میشن یا حتی توی قالب میشکنن. حتما باید خیلی توی ساخت اینا دقت بکنید. اما در حالت کلی سریاشون هستن که نوکای خیلی تیزی دارد و یه مقدار مراقبت و در واقع حساسیت بیشتری داره استفاده کردن ازشون. برای این قالب پیشنهادم اینه که قالبتون حداقل 20 درجه باشه. از شکلات دارک برای پوست گیریش استفاده کنید به دلیل اینکه بالاترین دمای استفاده رو داره. و بعد اگر هم مثلا دارید از شکلات شیری استفاده میکنید، تو 30 درجه دیگه استفاده کنید، یعنی نذارید دماش بیاد پایین. از شکلات سرد استفاده نکنید. در روانترین و مساعدترین حالت شکلاتتون پوسته گیری بکنید. حتما خیلی سریع بعد از اینکه شکلات رو داخل کبریت یا ریختید شروع کنید به ضربه زدن که هواش گرفته بشه، به همه جای قالب کاملا ضربه بزنید و بعد برید وارد مرحله آبشار بشید. دقت کنید که این پرسه رو با دقت و سرعت انجام بدید که شکلاتتون توی قالب سفت نشه. به هوایی که خیلی بخواید ضربه بزنید،
پوسته ضخیم ایجاد نکنید توی شکلاتتون. و اینکه بعد از اینم که برگردونید تو مرحله آبشار کاملا بهش ضربه بزنید که اگر حباب باقی مونده از بین بره. حباب باقی مونده کاملا از بین بره و اینکه طرحتون قشنگ و کاملا از آب در بیاد. زمانی هم که میخواید در شکلاتتون رو از قالب در بیارید و آن مولدش بکنید، دقت بکنید که ضربه سنگین بهش نزنید که شکلاتتون نشکنه، یا اینکه سعی کنید وقتی شکلات دارین برمیگردونید دوباره با خود قالب روی سر شکلاتتون نزنید. یک مرتبه برگردونید و یه ذره ضربه به اطرافش بزنید، چون این خیلی ضربه زدنش قالب روی میز برای برگردوندنش، حالا یا شکلات جدا نشده، کریستاله نشده، یا اینکه اصلا گیر کرده، یا زیرش رو کامل خوب پاک نکردید و از کناره ها چسبیده به قالب و در نمیاد شکلاتتون، همین زیاد ضربه زدن به قالب باعث میشه شکلات داخل قالب بشکنه و خارج نشه درست، یا اینکه شکسته خارج بشه از قالبتون. اینا نکاتیه که باید درباره قالب پلی‌کربنات مد نظر قرارش بدید تا بتونید ازش استفاده بکنید. حالا شما برای من این زیر بنویسید که از کدوم قالب‌ها راحت‌تر استفاده می‌کنید، تو استفاده کردن از کدوم طرح‌ها به مشکل برخوردید که بتونیم با هم دیگه یه مشورتی بکنیم و نتیجه بهتری از کارتون بگیرید، و اینکه توی مراحل عملی حتما تو استفاده کردن از تمام اینا با هم دیگه کار میکنیم. من نهالم، اینجا نانی سویته و با من همراه باشید.